عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز. تشکر از شرکت محترم پایزان تجارت، برادران محترم قائدی عزیز که از دوستان نزدیک من هستن. یک معذرت خواهی هم باید بکنم، قرار بود که من حضورا خدمتتون باشم ولی خب با توجه به شرایط اخیری که اتفاق افتاد پروازام کنسل شد و دیگه خوشبختانه با تکنولوژی امروز ان شاءالله اگر یاری بکنه تا آخر قضیه، امروز با لکچری که در مورد پروفایل و استراکچورا همراه با یک گریزی که به داستان رجنراتیو مدیسن خواهیم زد در خدمتتون هستم و نهایتا از همینجا هم یک تزریق لایو رو بر روی بیمارمون انجام خواهیم داد که شما کاملا با مراحل این کار تا حد امکانی که اینجا برامون مقدور هست آشنا باشید. من اصولا توی لکچرهایی که میدم عادت دارم که موضوع به صورت اینتراکتیو برگزار کنیم، ولی خب با توجه به این قضایایی که الان هستش اگر سوالی چیزی بود یادداشت بفرمایید که آخر کار یه چند دقیقه هم در خدمتتون خواهیم بود که سوال و جوابی رو با هم دیگه داشته باشیم. پروفایل استراکچر ما برای اینکه وارد بحثش بشیم و بریم آخر قضیه به بحث به درد بخور عملیش که برای شما مهم هستش برسیم، قبلش بهتر هستش که یک آنالیز علمی رو در مورد این ماده و اصلا تکنولوژی که وجود داره، دلایلی که انتخاب میشه به عنوان یک ماده‌ای که باعث لیپولیفتینگ و اصولا دسته پروفایل ها باعث بایو ریمودلینگ میشه با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که پشت قضیه چه مسائل ساینتیفیکی وجود داره و بعد به موضوعات آناتومی و مبحث بالینیش بپردازیم. پروفایل استراکچر یک ماده‌ای هستش که برای درمان بافت چربی صورت در حقیقت طراحی شده و CE گرفته بابت این کار. یک ترکیب هایبریدی هستش، هایبرید کوپراتیو کامپلکس، که همون ترکیب معروف پروفایلو هستش، متشکل از دو مدل حساب هیالورونیک اسید، لو مولکولار و های مولکولار. لو مولکولار ها بین 80 تا 100 کیلو دالتون و های مولکولار ها 1100 تا 1400 کیلو دالتون. محل تزریق کجاست؟ محل تزریقش سوپرفیشیال فت در ناحیه صورت هستش. پروفایلوی 64 در ناحیه بساب درمیس تزریق میشه، پروفایلوی استراکچورا در ناحیه چربی سطحی صورت تزریق میشه، یعنی عمیق‌تر از پروفایلوی 64 تزریق میشه. خب این موضوع بارها تکرار شده و گفته شده ولی فکر میکنم که بد نیست یه بار دیگه اشاره کنیم. این تکنولوژی نایکو که برای اولین بار در سال 2015 توسط ایپسا معرفی شد و پتنت شد، فلسفهش چی هستش؟ فلسفهش این هستش که ما در حقیقت پروفایل هیالورونیک اسید های مولکولار و لو مولکولار رو با همدیگه می‌خوایم که ترکیب بکنیم. مکانیزم اینجوری هستش که دما رو افزایش میدن به شدت زیاد. این باعث میشه که این ترمال پروسسه پیوندهای هیدروژنی که در اونجا وجود داره شکسته بشه و هیالورونیک اسیدهای لو مولکولار برن و در داخل هیالورونیک اسیدهای های مولکولار قرار بگیرن. اتفاقی که میفته در فاز سوم میان و یک سرمای ناگهانی به این ترکیب میدن و این باعث میشه که کاملا یک ترکیب استیبل رو ایجاد میکنه. نتیجتا در برابر هیالورونیداز های معمول بدن مقاومت خیلی بیشتری پیدا میکنه. همین خاصیت باعث میشه که وقتی این پروفایل رو تزریق میکنیم با توجه به که هموژنیسیتی خوب، کوهیزیویتی خوب داره و خوب پخش میشه، میاد و در لایه‌های مختلف پوست قرار میگیره و به همین دلیل هستش که بعداً خواهیم دید که
سلول های هدف یه خورده بیش از فایبروبلاست و کراتوسیست هایی که در سایر محصولات مشابه وجود داره هستن و در حقیقت این محصول روی سلول های دیگری هم کار میکنه و همینجاست که اون خاصیت بایو ریمودلینگ رو ایجاد خواهد کرد. جلوتر بهش خواهم پرداخت. پروفایل استراکچورا یک ترکیبی است از 45 میلی گرم لو مولکولار هیالورونیک اسید و 45 میلی گرم های مولکولار هیالورونیک اسید که در یک سرنگ 2 میلی لیتری که از قبل پر شده با مجموع 90 میلی گرم هیالورونیک اسید عرضه میشه. این تقریبا دیگه بالاترین غلظت هیالورونیک اسیدی که در دنیا موجود هست این مدل پروفایل الان هستش. پروفایل قبلیمون پروفایل 64 میلی گرمی بود دیگه، 32 به اضافه 32 بود، این 45 به اضافه 45 هستش. پکینگاش با 2 تا کنولا میاد، یک کانولای 25 گیج در 38 و یک کانولای 22 در 50. چرا اینجوری میاد؟ باز جلوتر توی تزریق از تقسیم بندی صورت ها که جلوتر میریم خواهیم دید که چرا اینجوری میاد. قبل از اینکه من وارد این مباحث علمی مربوط به پروفایل و استراکچورا بشم، یه چند تا مفهوم ریولوژیک رو با هم یه بار دیگه ریویو کنیم. بهتر از من میدونید ولی یه ریویو کوچولو انجام بدیم که ببینیم چی هستش. یکی از مفهوم های خیلی مهم جی پرایم هستش که در حقیقت اون الاستیس مدولوسیتی ماده رو نشون میده و نشون دهنده این هستش که رفتار الاستیک مادهمون چی هستش. اینجوری بگیم که در مقابل شیر استرس هایی که به ماده وارد میشه، قدرت بازگشت به وضعیت اول رو جی پرایم معلوم میکنه. یعنی اونایی که جی پرایمشون بالا هستش وقتی یک داینامیک شیرینگ فورس بهش وارد میشه و تغییر شکل انجام میدن راحت تر به حالت اولیه برمیگردن. اونایی که لو جی پرایم هستن بعد از اینکه داینامیک شیرینگ فورس بهشون وارد شد دیگه نمیتونن به وضعیت اولشون برگردن. تو این اسلاید ملاحظه میکنید که این وضعیت چجوری باعث افتراق های جی پرایم و لو جی پرایم هیالورونیک اسید خواهد شد. به چه درد میخوره؟ حالا باز جلوتر میبینیم چی هستش. مفهوم دوم تن دلتا هستش یا اسپریدابیلیتی هستش که در حقیقت فلوابیلیتی ژل رو اندازه گیری میکنه. هر چقدر تن دلتا پایینتر و نزدیک به صفر، ماده سولیدتر، محل تزریق عمیق‌تر، هر چقدر که تن دلتا بالای یک باشه رفتار ماده لیکویدتر و در لایه‌های فوقانی‌تر باید تزریق بشه. و مفهوم مهم بعدی کوهزیویتی هستش که پارامتری هستش که توضیح میده که اون نیروهایی که بین پارتیکل های اون ماده وجود دارن چجوری اون رو به هم دیگه وصل میکنن. مثال معمول مثال شن و عسل هستش دیگه. شن لو کوهزیویتی هستش، چسبندگی بین ماده ها وجود نداره و عسل یک ماده های کوهزیویتی هستش که باعث میشه که اینتگریشن در حقیقت ذرات اون ماده با هم زیاد باشه. چجوری اندازه گیری میکنن؟ یک تست استاندارد داره اسم گاوارد ساندرام کوهزیویتی اسکیل که در حقیقت میان با اون ذرات هیالورونیک اسید رو با متیلن بلو یا تولویدین بلو رنگامیزی میکنن و اون رو در یک مایع تزریق میکنن. 90 تا عکس دیجیتال میگیرن در ثانیه های 15 70 و 90 اینا رو بررسی میکنن و بر اون اساس یک اسکیل بندی میکنن. این چیزی که بیشتر به درد کار تزریق میخوره تو جایی هستش که توی اسکیل بین 4 و 5 قرار بره، یعنی ماس لیپوهزی و فول لیپوهزی توی اینجا اگه قرار بگیره اینتگریشن بافتی خیلی مناسبی رو خواهد داشت که الان جلوتر میبینیم که پروفایل استراکچرها در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت. خب پروفایل استراکچرها با این تعریفایی که کردیم یک ماده هستش که جی پرایمش 95 هستش و تن دلتاش یک ممیزیه که نسبت به پروفایل 64 که اگر نگاه بکنیم میبینیم جی پرایم اون 39 بود، از جی پرایم این بالاتره، یعنی لایه عمقی تر قرار هستش که تزریق بشه و قدرت برگشت به حالت اولیه‌اش بیشتر هستش. تن دلتاش پایینتر هستش، یعنی به اندازه اون قبلیه مایع نیستش، یعنی روونتر نیستش. نتیجتا
یکی از عواملی که باعث میشه که انتخاب کنیم که این رو با کنولا تزریق بکنیم علاوه بر مسائل سیفتی داستان تن دلتا هم هست و غلظتش بالاتر هستش و این ما رو به این سمت سوق میده که در حقیقت این ماده رو تکنیک تزریقش رو با کنولا انجام بدیم. بریم یه 2 تا مقاله بررسی بکنیم راجع به خصوصیات این ماده. یه مطالعه در سال 2022 توسط ماریو اسپریما و همکارانش چاپ شد. هدف چی بود؟ هدف این بود که بیان پرفورمنس و ریورسیبیلیتی این ماده رو در حقیقت بررسی کنن. یعنی میخوام ببینن که چقدر این ماده در داخل بافت باقی میمونه، چقدر طول میشه که تا یواش یواش تجزیه بشه. حدوداً به یک عدد حد و حوش 29 هفته رسیدن. تو اسلاید بعدی مقایسه رو با هم دیگه خواهیم دید. از اون ور قضیه دیده شد که وقتی پروفایل استراکچر رو در معرض هیالورونیداز قرار بدیم و هیالورونیداز خارجی رو در حقیقت بهش تزریق بکنیم توی اون ناحیه، حدوداً بعد از 3 ساعت به طور کامل از بین میره و این یک نکته مثبتی هست که کمک میکنه به ما که بتونیم سیفتی بیماران رو تامین کنیم. این مطالعه یک مطالعه حیوانی بود که در موش‌های آزمایشگاهی انجام شدش و این نتایج رو به دست آوردن. در حقیقت کاری که کردن اومدن ویسکودرم، پروفایلو 64، پروفایلو استراکچرا و الیاکسین جی پی رو در این موش‌ها تزریق کردن، با اولترا سونوگرافی بررسی کردن در پریودهای مختلف. ویسکودرم دیدن بعد از 4 هفته تقریبا هیچی ازش باقی نمونده، پروفایلو حدود 10 هفته، پروفایلو استراکچرا و جی پی تقریبا رفتار مشابهی رو نشون دادن و در بین هفته 29 تا 33 اینها آروم آروم از بین رفتن. خب نشون میده که این میزان ماندگاریش هم میزان ماندگاری قابل قبول و بالایی هستش، یعنی پرفورمنس بالا داره. از اون ور قضیه سیفتی هم به خاطر اینکه ریورسیبیلیتی خوب داره معلوم شد با این مطالعه که سیفتی قابل قبولی هستش. یعنی نتیجه گرفته شد این هستش که یک کامبینیشنی از های دیورابیلیتی و یک اپتیمال سیفتی در این ماده وجود داره. یک مطالعه دیگری در سال 2024 توسط والنتینا واسلو و همکارانشون انجام شد. هدف این مطالعه چی بود؟ هدف این مطالعه این بودش که بیان رفتار ریولوژیک و بیولوژیک این ماده رو در کنار بافت‌های چربی بررسی بکنن. مطالعه به صورت این ویترو انجام شدش. چی مدل اون میخواد اتفاق بیفته؟ ماده مطلوبی که ما میخوایم کنار بافت چربی قرار بدیم، دلمون میخواد اگر خوب باشه رفتار ریولوژیک چربی رو به هم نریزه ولی رفتار بیولوژیکش رو درست بکنه دیگه. اگر این خاصیت رو داشته باشه این نتیجه مطلوب برای استفاده اون ماده در کنار بافت چربی هستش. کاری که انجام شد اومدن توی این مطالعه آدیپوسیت استم سل ها رو با 2 تا ماده های مولکولار اچ ای تنها و پروفایل استراکچرال اینکیوبیت کردن و در روزهای 7م، 14م و 21م بررسیشون کردن. دیدن هم با تست پی سی آر که اکسپرشن ژن رو نشون میده و هم با تست الیزا که در حقیقت آدیپونکتین و لپتین ها رو که در توسط سلول ها ایجاد میشه میزانشون نشون میده. همونطور که توی نمودارها میبینید پروفایل استراکچرا کاملا یک وضعیت مطلوبی رو ایجاد کرد و در حقیقت اکسپرشن اینها رو به شدت افزایش داد. پس این ماده وایابیلیتی سلول های چربی رو خیلی بهتر کرد و در حقیقت مارکرهایی رو که باعث میشن که آدیپوسیت ها پروموشن پیدا کنن رو اینها رو هم افزایش داد و بهترش کرد توی این مطالعه. از اون ور قضیه اومدن این رو با 3 مدل ترکیب چربی مخلوط کردن. 1:3 پروفایلو به چربی، 3:1 و 1:1 و به خود فت و پروفایل استراکچرا به عنوان گروه های شاهد بررسی کردن. نگاه کنید توی این نمودارها، این نمودار تنهایی که وجود داره که پروفایلوی استراکچرال نشون میده، رفتار ریولوژیکی که داره انجام میده در پارامترهای مختلف کاملا جدا از وقتی است که همراه با ترکیبات مختلف چربی هست. یعنی توی نمودارها متوجه میشیم که خوشبختانه وقتی این در کنار ترکیبات مختلف چربی قرار میگیره اتفاقی که داره میفته این هستش که
رفتار ریولوژیک چربی رو تغییر نمیده و تقریبا همون رفتار ریولوژیک رو چربی ها نشون میدن. در حقیقت باعث این خواهد شد که یک کامپتیبیلیتی بسیار بالا ما در کنار بافت چربی وقتی ماده رو تزریق میکنیم پیدا بکنیم. خب پس ما بخوام یه مقایسه انجام بدیم و نتیجه گیری کنیم، پروفایل 64 از 32 میلی گرم لو مولکولار هیالورونیک اسید و 32 میلی گرم های مولکولار اسید به حساب ایجاد شده بود. جی پرایم 39 بود، تن دلتاش 1.36 بود. برای لایه های سوپرفیشیال در نواحی درمیس استفاده میشد. تکنیک تزریق عمدتاً همراه با نیدل هستش، گرچه خب تکنیک تزریق کانولا هم در این پروفایل استفاده میشه. پروفایل استراکچورال 45 به اضافه 45 هستش، جی پرایمش 95، تن دلتاش 1.1 هستش و برای درمان سوپرفیشیال فت کامپارتمنت که عمقی تر از ناحیه سوپرفیشیال درمیس هستش استفاده میشه و تزریق فقط با کنولا باید انجام بشه. کانسنتریشن رو خدمتتون عرض کردم، موضوعات ریولوژیک، و اون دوتا مطالعه به اون نشون داد که های دورابیلیتی دارن و اپتیمال سیفتی رو هم دارن. رفتار ریولوژیک چربی رو تغییر نمیدهن ولی رفتار بیولوژیکش رو بهتر میکنن. دو تا مطالعه هم مطالعات کلینیکال بودن که در این زمینه انجام شدن تا حالا چاپ شدن. یه مطالعه در سال 2024 چاپ شده که در حقیقت افیکیسی و تولربیلیتی پروفایل استراکچورا رو در تزریقاتی که روی بیماران انجام دادن اومدن بررسی کردن. توی 50 تا کیس تزریق اول به فاصله 1 ماه بعد تیوان تزریق دوم و یک بررسی 3 ماه بعد، یعنی مجموعاً 4 ماه از تزریق اول به بعد با فالوآپش بررسی شد. چند تا عامل رو و چند تا چیز رو بررسی کردن برای اوالیویشن کلینیکال. یکی شاخص رینک سیویریتی ریتینگ اسکیل یا WSRS هستش، یکی شاخص فیشیوم والیوم لاس هستش که اینا شاخص‌هایی هستن که هر چقدر عددشون بالاتر باشه بدتر، هر چقدر عدد به سمت پایین‌تر بیاد یعنی که اوضاع بهتر هستش. سیفتی رو بررسی کردن و اسسمنتی که خود بیماران نسبت به نتایج این کار رو داشتن بررسی کردن. حالا این شاخص‌ها تعریفاش رو من آوردم، خیلی وارد دیتیل نمیشم به خاطر ضیق وقت که چه جوری هستش، فقط نتایج رو بهتون نشون میدم. میبینید که پروفایل استراکچر وقتی تزریق شد از T0 تا T2 روند کاهشی داشت شاخص WSRS مون. این معنیش این هستش که در حقیقت نتایج زیبایی بهتری داره. همینطور توی شاخص FVLS این هم باز نتایج کاملا نتایج کاهشی بود و نشون دهنده این هستش که از لحاظ کلینیکی بسیار خوب هستش. اون برای قضیه تو این 50 تا کیس با اون روش تکنیک تزریق استانداردی که استفاده شد میزان ساید افکت های احتمالی بررسی شد. تقریبا تو 46 تا هیچ ساید افکتی وجود نداشت، تو 4 تاشون فقط یه مقدار بروز مختصری توی اونجا وجود داشت. اینا داشته باشیم. ما البته تو تجربه خود من که حالا تعداد زیادی از این رو توی اینجا من تزریق کردم و با مریضای زیادی سر کار داشتم، یه دونه موضوعی به عنوان موضوع ساید افکت وجود دارد بعضی وقتا توی بعضی بیماران و اون هم تورم یه خود زیاد بعد از تزریق هستش که باید مراقب این قضیه باشیم. شاید لازم باشه که با یک مقداری دارو درمانی اینو تو بعضی از بیماران کنترل کنیم و اون هم همونطور که میبینید بعد از تزریق مثلا توی این بیمار خود من هستش که میبینید در سمت راست صورتش برای چند روزی خود تورم ایجاد شد. قابل انتظار هم هست تا یه مقدار زیادی به خاطر این خب جذب بسیار زیاد داره به خاطر غلظت بالای هیالورونیک اسیدی که داره و در یکی دو روز اول یه خورده وضعیت تورمی در صورت ایجاد میکنه. این هم گوشه ذهنمون به عنوان یک عارضه که نه، به عنوان یک کانسیکوئنس احتمالی بعد از تزریق داشته باشیم. توی همین بیماران سلف اسسمنتی هم که انجام شد همه فیدبک های مثبتی داشتن بعد از درمانی که انجام شد، چه از لحاظ
اثر لیفتینگ، چه از لحاظ کاهش رینکل هایی که داشتن و چه از لحاظ ایمپروومنت کلی بافت پوست همه در حقیقت مثبت بوده. یه مطالعه دیگه هم باز در سال 2023 چاپ شده که توی اون مطالعه هم اومدن در 22 تا کیس تزریق T0 1 ماه بعد T1 یک بررسی 2 ماهه و یعنی 3 ماه از تزریق اول و یک بررسی 6 ماه از تزریق اول انجام شده. توی این مطالعه اومدن در حقیقت Global Aesthetic Improvement Scale رو بررسی کردن. این برعکس هر چقدر که عددش بالاتر بره بهتر هستش و همینطور اومدن یک اولتراسونیک اسکن اِوالویشن کردن برای ضخامت پوست و اینکه ببینن که اون بافت‌های چربی زیرین وضعیتش چجوری هستش. همینطور تو این مطالعه یک بررسی هم راجع به کوهزیویتی کردن که خارج از داستان کلینیکال به صورت آزمایشگاهی انجام شد. نتیجه اون رو هم خدمتتون خواهم گفت. گلوبال استتیک ایمپروومنت اسکیل هم خب باز بر اساس یک معیار کیفی هستش که چجوری ایمپروومنت انجام میشه. توی این بیماران همینجور توی این نمودار دارید میبینید توی این اسکیل توی فاز T2 77% به حساب در very improved هستن و 18 تا در very improved هستن و در فاز T3 این عدد حدود 95 تا کامل در فاز improvement و very improvement هستن. در حقیقت میتونیم اینجوری بگیم که با تزریقی که در ناحیه مید زایگوماتیک و پری اوربیتال و لوور ترد فیس جولاین در حقیقت تزریق استانداردی که انجام شده تو این نواحی ما بسیار بسیار ایمپروومنت خوبی رو در بیماران داشتیم. 77% خودشون هم بعد از اولین تزریق در اون فاز T1 کاملا ایمپروومنت رو گزارش کردن و 95% از بیماران هم حتی 3 ماه بعد از تزریق اول گزارش بسیار خوبی از میزان ایمپروومنتی که داشتن انجام دادن. اون ور قضیه تو همین مطالعه اومدن و بافت رو با اولتراسونوگرافی بررسی کردن و دیدن که ما یک افزایش ضخامتی رو در فاز T2 و T3 در ناحیه زیر پوست در ناحیه چربی اون ناحیه داریم و در حقیقت یه خورده بافت از لحاظ ضخامت اونجا میزانش زیادتر شده. همونطور که خدمتتون عرض کردم تو این مطالعه به طور جداگانه میزان کوهزیویتی هم بررسی کردن و باز متوجه شدن که در همین اشل 4 و 5 قرار داره، یعنی اینکه یک اینتگریتی بسیار خوب با بافت در اینجا وجود داره. خب من بخوام یک جمع‌بندی در این قضیه انجام بدم و اینا رو با هم دیگه جمع‌بندی کنیم، هم می‌بینیم که مطالعات بالینی و هم اکسپریانس هایی که بالینی که وجود داشته تا حدود 4 ماه بعد از تریتمنت اول با پروفایل استراکچورا ایمپروومنت نشون داد توی پوست بیماران. عمده بیمارانی که درمان شدن در حقیقت خودشون هم خیلی ساتیسفکشن کافی از درمان داشتن. تقریبا هیچ ادورس افکت جدی و غیر قابل پیش بینی توی این بیماران دیده نشد. کوهزیویتی اسکور خیلی خوبی رو نشون داد پروفایل استراکچورا و این نشون دهنده این هستش که هم اینتگریتی بافتی بالایی داره و هم مدلی که تزریق میشه اکستروژن راحت رو از داخل سرنج با کنولا داشته باشه. بررسی سونوگرافیک تو این بیماران نشون داد که ما یک افزایش ضخامت فت کامپارتمنت رو تو اینها داریم و در حقیقت یه مقدار آدیپوز تیشو رستوریشن رو میتونیم انتظار داشته باشیم در بیمارانی که تحت درمان با پروفایل استراکچورا قرار میگیرن. موضوع بسیار بسیار مهمی که در تکنیک تزریق وجود داره این هستش که پروفایل استراکچورا یه ذره تزریقش با پروفایل 64 متفاوته و ما باید فاکتورهای زیادی رو تو این قضیه ببینیم که چی هستش. ما برای اینکه ببینیم موضوع چی هستش اولا باید کانسیدریشن های آناتومیکمون رو درست لحاظ بکنیم. الان خدمتتون عرض میکنم که چیا مهم هستش توی اینجا. تقسیم بندی صورت برای انتخاب نحوه تزریقمون بسیار مهم هستش که این پروفایلو
استراکچرهایی که میخوایم تزریق کنیم در صورت‌های مختلف متد تزریق با هم دیگه متفاوت هستش و همینطور خیلی خیلی مهم هست که توی این بیمارانی که میخوان تحت درمان قرار بگیرن موارد آناتومیک رو کاملا لحاظ بکنیم، نکات مهمی رو که توی این قضیه وجود دارن ببینیم که چی هستش. نگاه کنید ما به طور معمول حدود 5 لایه که در بعضی جاهای صورت تا 11 لایه در ناحیه تمپل ممکنه گسترش پیدا بکنه لایه های آناتومیک در صورت داریم که از پایین استخوان، دیپ فت، ماسل ها، سوپرفیشیال فت و اسکین هستن. محل تزریقمون کجا؟ سوپرفیشیال فت هستش. اون چیزی که باید بدونیم توی سوپرفیشیال فت هایی که ما در ناحیه صورت داریم رفتارهای ایجینگ اون با هم دیگه در قسمت های مختلف آناتومیک یک مقدار متفاوت هستن. ما مهمترین سوپرفیشیال هایی که در ناحیه صورت داریم لترال چیک کامپارتمنت هستش، ناحیه پری اوریکولار هستش، میدل چیک کامپارتمنت هستش و مدیال چیک کامپارتمنت ها و سوپریور جول کامپارتمنت هایی که دیگه میان در قسمت مدیال قرار میگیرن. اون جایی که ما بافت هدفمون بیشتر هست نواحی 2، 3 و 4 هستش در تزریق پروفایلوی استراکچورا. بیس این قضیه چی هستش؟ بیس این قضیه برمیگرده به یک مطالعه بسیار مهم که در سال 2023 توسط آقای دکتر علیرضا قاسمی که همکار جراح فک و صورت ما در آلمان هستن و از دوستان من هستن انجام شده و ایشون در 18 تا کاداور اومدن یک بررسی رو انجام دادن. یه مقاله خیلی خیلی معروف هستش برای اینکه در حقیقت آناتومی اسمس و سوپرفیشیال فت رو کاملا ریوایز کردن با نتایج این مقاله‌ای که ایجاد شده. اون چیزی که از این مقاله به درد ما میخوره در حقیقت کامپارتمنت های سوپرفیشیال فت فهمیدن که 2 مدل ما کامپارتمنت داریم. یکی رو به اسم قاسمی تایپ 1 نامگذاری شده که در حقیقت اونایی هستن که لترال تر هستن. شما از لترال کنتوس به یک خط عمود به سمت پایین رسم کنید، اون کامپارتمنت هایی که در قسمت پشت قرار میگیرن در حقیقت اینها قاسمی تایپ 1 هستن. اونایی که جلوتر از اون قرار میگیرن قاسمی تایپ 2 هستن. چه فرقی با هم دیگه دارن؟ توی تایپ 1 که بیشتر در ناحیه پاروتید و زایگوما هستش، اتفاقی که وجود داره این هستش که آرکیتکچرمون اینجوری هستش که یک مشورکی از سپتاهای فایبروز داریم که اینا اومدن لوبولهای فت رو مثل پاکتی در بر گرفتن. نتیجه ما حرکت لوبولار رو توی اونجا داریم. ولی توی قاسمی تایپ 1 خواهیم دید که اصلا این موضوع کاملا متفاوت هستش. لترال چیک فت کامپارتمنت ها عمدتاً با سن در حقیقت یک هایپوتروفی پیدا میکنن و میزان آدیپوز تیشوشون کاهش پیدا میکنه، ضخامتشون. به همین دلیل هستش که توی این نواحی نماد ایجینگ هایپوتروفی هستش و پتوز معمولا اتفاق نمیفته. این یکی از اون نکاتی هستش که ما در آگمنتیشن های صورت همیشه مد نظرمون هستش و اینی که میایم از فریم صورت در حقیقت شروع میکنیم آگمنتیشن ها رو و در قسمت لترال صورت ابتدا انجام میدیم، یکی از دلایلش همین موضوع هستش که اونجاها دچار هایپوتروفی شدن و این باعث افتادگی کامل پوست شده و در حقیقت این تنتی که وجود داره ما داریم پایه هاش رو در قسمت لترال بلند میکنیم تا بتونیم به حساب رجوینیشن بهتری به صورت بدیم. توی قسمت مدیال که مدل دیگری از سوپرفیشیال فت وجود داره، تایپ 2 قاسمی، اینها آرکیتکچرشون این مدلی هستش که این مشکه اومده با الیاف کلاژن و الاستیک و عضلات با همدیگه مخلوط شده. در حقیقت شما دیگه پدهای جداگانه از همدیگه توی اونجا نمیبینید. اینجا با ایجینگ کاملا پدیده دیگری اتفاق میفته. ما هم پتوز داریم، هم داونوارد میگریشن داریم به سمت پایین، هم هایپرتروفی داریم توی اینجا و دیگه مثل قسمت لترال هایپوتروفی نداریم. این یه نکته خیلی خیلی مهم هستش که خواهیم دید که چگونه وقتی که ما داریم راجع به ریجنریشن بافت چربی سوپرفیشیال صحبت میکنیم، تکنیک تزریق پروفایل استراکچرمون رو
عوض خواهد کرد. همین موضوع مدیال گروپ ایجینگ هستش که باعث میشه که شما آروم آروم تیرتراف و میتریک فرو توی این نواحی صورت به خاطر این پتوزی که در این ناحیه اتفاق میفته میبینید و اون خطها رو توی اونجا مشاهده میکنید که چجوری هستش. مقاله مهم دیگر تقسیم بندی بسیار معروف آقای آرتور سویفت هستش که در سال 2021 به حساب انجام شد و اومدن توی این مقاله پروسه ایجینگ رو کاملا از استخوان تا سطح بررسی کردن و توضیح دادن. اون چیزی که از این مقاله دوباره در موضوع پروفایل استراکچر خیلی مهم هستش و به درد میخوره، تقسیم بندی صورت به 2 مدل صورت، به عبارتی 3 مدل صورت و به عبارتی 4 مدل صورت هستش. 2 مدل اصلی سینکرها و سگرها هستن. توضیح خواهم داد که چه تفاوتی با هم دارن. به اینا یه مدل رینکلر همیشه اضافه کرد که بیشتر فقط چین و چروک تو صورتشون میبینید. اون از این کاتگوری تزریق جدا میشن. ولی مورد خیلی زیادش در حقیقت یک مورد کامبینیشن در حقیقت اینها با هم دیگه هم هستش که باز تکنیکاشون رو خواهم گفت که چجوری هستش. سینکرها معروفترینشون آنجلینا جولی. اینو تو ذهنتون داشته باشین که یادتون بمونه مدل صورتش چجوری هستش. سگر هم معروفترینش کامرون دیاز، باز مدل صورتش رو یادتون باشه. چجوری هستش؟ سینکرها کاراکترهای مهمشون هستش که ما یک دیپلیشن بافت چربی رو در قسمت لترال گونه داریم. ناحیه آرچ زایگوما بسیار بسیار قابل لمس و پرادامیننت هستش. کاملا میبینید که چجوری هستش. پوست و بافت به حساب هممندی اونجا اصولا دنسیتی بالا ندارن و نازک هستن توی اون ناحیه. استراکچر زیر یا استراکچر کاملا ویزیبل به خاطر این شرایطی که بهتون گفتم، مخصوصا در اطراف ناحیه تمپل و در ناحیه چیکبون. اینا تو کدوم آدم‌ها دیده میشن؟ تو آدمایی که در حقیقت مثلا دونده هایی که خیلی زیاد وزن دارن کم میکنن خیلی زیاد دیده میشن. الان هم میدونید با این داروهای جدید لاغری مثل مونجارو و اوزمپیک اصلا یک صورت معروفی داریم مثل اوزیمبیک فیس. اینا هم تقریبا جزو همین دسته سینکرها قرار میگیرن. سگرها چجوری هستش؟ سگرها صورتهایی هستن که مثل این میمونه که این بافت چربی جدا از استخوان هستش. بافت پوشاننده بافت نرم صورت جدا از استخوان زیر هستش و یک اینتگریتی شل بین کانکتیو تیشو و استخوان زیر وجود داره. معمولا پوست و بافت ضخیم‌تر هستش تو این بیماران. افتادگی این بافت پوست رو کاملا تو این بیماران مشاهده می‌کنیم و صورت‌های سنگینی دارن که صورت رو به سمت پایین هدایت میکنه. ساپورت به حساب پوست و سافت تیشو خیلی زیاد نیست و به خاطر همین لکسیتی زیاد دارن و شما توی این بیماران میبینید که این بافت کاملا جدا از استخوان زیرین به نظر میرسه. با توجه به این موضوعات آناتومیک، تقسیم بندی به حساب مدل های بافت چربی و تقسیم بندی صورت، 2 تا تکنیک مختلف تزریق پروفایل استراکچورا ایجاد شده. یکی برای صورت‌هایی که سینکر هستن به اسم سینکر تکنیک که تزریق در ناحیه پری اوریکولار فقط اتفاق میفته. یکی در اونایی که سگر هستن که تزریق در ناحیه پری اوریکولار و ناحیه زایگوماتیک با هم اتفاق میفته. نکته بسیار مهم در تزریق توجه جدی به آناتومی صورت هستش. ما 2 تا به حساب موضوع آناتومی داریم که اینجا باید خوب بهش دقت بکنیم. یکی موضوع عروق خونی هستش. شریان سوپرفیشیال تمپورال که شاخه اکسترنال کاروتید هستش، بعد از اینکه شریان ماکسیلاری از اکسترنال کاروتید جدا میشه، سوپرفیشیال تمپورال که به سمت بالا میاد یه شاخه نازک میده به اسم ترانسورس فیشیال آرتری
که زیر آرچ زایگوما تقریبا هستش، حدود 1 سانتی متر زیرش جدا میشه و این میاد به سمت جلو، میاد غده پاروتید، داکت پاروتید، عضله مستر و اوربیکولاری سکولی رو خون رسانی میکنه. اینو باید توجه بکنیم که تکنیکی که انتخاب میکنیم این حفظ بشه و وقتی به سمت بالا میره که خب میره سوپرفیشیال تمپورال آرتری، شاخه های فرونتال، شاخه اکسیپیتال و تمپورالش رو اونجا جدا میکنه. این نکته هستش که باید در نظر بگیریم. موضوع دوم غده پاروتید هستش. پاروتید هم میدونی که در محاذات لترال، در محاذات به حساب گوش قرار داره تو این ناحیه و عمقش رو باید در نظر بگیریم که کجا هستش، پایین تر از سوپرفیشیال فت هستش و به همین دلیل باید موقع تزریق به این موضوع هم دقت بکنیم. یکی از دلایل انتخاب کنولا در تزریق پروفایل استراکچورها علاوه بر داستان تن دلتا و به خاصیت ریولوژیک هم همین ناحیه پرخطری است که ما باهاش سر و کار داریم از لحاظ عروقی و از لحاظ غده پاروتید و میدونید که مطالعات نشون دادن که اوکلوژن به حساب اوکلوژن های عروقی حدوداً 77% وقتی با کنولا تزریق می‌کنیم نسبت به تکنیک نیدل پایین‌تر هستش. این هم یکی از دلایلی هستش که تو این قضیه وجود داره. تکنیک تزریقمون در سینکرها با توجه به شرایطی که توضیح دادم، توصیه خود شرکت این هستش که با کنولای 22 گیج با طول 50 میلیمتر که این تو پکیجاش میادش، خب با این تزریق بشه به صورت تزریق رستروگرید در ناحیه سوپرفیشیال فت کامپارتمنت پریورکولار. میزان تزریق 1 میلی لیتر در حقیقت این کامپارتمنت پریورکولار باید تزریق بشه. چجوری این کار انجام میشه؟ از تراگوس یک خط موازات افق رسم میکنیم به سمت لترال بینی 2 سانتی متر که جلوتر از تراگوس بیاد، اونجا میشه محل ورودمون. با این کار ما در حقیقت بالای آرچ زایگوما و بالای اون ترانسورس فیشیال نقطه ورودمون هستش، چون محل ورودمون از اونجا فاصله داره و عمق تزریقمون در رادیوس سوپرفیشیال هستش، در یک پلن سیف برای تزریق قرار میگیریم. ببینید این بردر زایگوما هستش. اولین کار این بردر زایگوما رو لمس میکنیم. حالا تکنیک عملی نشون خواهم داد. وقتی بردر زایگوما رو لمس کردیم حدوداً 1 سانتی متر از اینجا پایینتر محلی هستش که ترانسفر فیشیال آرتری میشه. ما بالاتر از اینجا 2 سانتی متر جلوی تراگوس وارد میشیم و نقطه تزریق رو میاد. محل تزریق رو وقتی اینجا انتخاب کردیم تا حدود 1 سانتی متری بردر مندیبل و زاویه مندیبل پایین میایم و تزریق رو به صورت رتروگرید در اونجا انجام میدیم. و اینجا میبینید که وقتی در تشریح اینجا باز شد آناتومی ناحیه و محل تزریق کجا هستش. اون المان هایی که صحبت کردیم همه زیر این لایه قرار داره و ما اگر لایه درست رو انتخاب کنیم تزریق سیفی رو خواهیم داشت. توی سگرها داستان عوض شدش. چیزی که پیشنهاد میشه 25 گیج در 38 میلیمتر هستش. چرا؟ حالا این گیج و طولش رو یه ذره جلوتر میگم بهتون. اتفاق که توی اینجا هستش میگه که شما تزریق رو به جای اینکه همه رو در پریورکولار انجام بدیم، بیایم تزریق رو در ناحیه زایگوماتیک و پریورکولار تقسیم کنیم. نیم میلی لیتر در ناحیه پریورکولار، نیم میلی لیتر در ناحیه زایگوما بزنیم و محل ورودمون هم حدوداً به جای 2 سانتی متر 3 سانتی متر از تراگوس فاصله داشته باشه. یعنی 1 میلی لیتر در سمت راست، 1 میلی لیتر در سمت چپ صورت تزریق کنیم. چرا این کنولا رو میگه انتخاب بکنید؟ برای اینکه ما قرار هست از یک انتری پوینت وارد بشیم و باید یه خود به جلوتر هم دسترسی پیدا بکنیم توی این ناحیه و قرار هستش که وقتی میایم بیرون دوباره مسیرمون رو تغییر بدیم و وارد مسیر عمود برون بشیم. به خاطر همین کنولای 38 میلیمتری رو میگه مناسب هستش برای این کار. البته من خودم عمده تزریقاتم رو در حساب توی سگرها هم با کنولای 22 انجام میدم. اکستروژن به نظرم راحت تر هستش.
حالا اینکه یه بار بیایم بیرون دوباره وارد بشیم خیلی توفیقی از من ایجاد نمیکنه، ولی توصیه کارخونه برای انتخاب کنولایی که تو پکیجاش هم میاد برای سگرها 25 در 38 میلیمتر هستش. و شرایط آناتومیک رو بهتون توضیح دادم. اینفریور بوردر مندیبل، تراگوس، 3 سانت جلوتر، محل ورود و 2 تا تزریق عمود بر هم تا فاصله 1.5 سانتی متری بوردر مندیبل در قسمت پری اوریکولار. و این هم به صورت تشریحی میبینید که محل لایه کجاست و محل تزریق کجا هستش. پس جمع‌بندی: سینکرها با فاصله 2 سانتی متر 1 میلیلیتر پری اوریکولار، سگرها با فاصله 3 سانتی متر نیم میلیلیتر زایگوماتیک، نیم میلیلیتر پری اوریکولار. نتیجه تزریق در یک سینکر میبینید که اتفاقی که افتاده در یک فالوآپ 4 ماهه چه وضعیتی پیدا کرده. و در تکنیک سگر که در ناحیه پری اوریکولار و زایگوماتیک تزریق شده، ایمپروومنت خیلی خوب هم در تکسچر، مرینت لاین و نیزولیبیال و خود بافت تکسچر بافت به حساب صورت رو داریم اینجا میبینیم. جمع‌بندی باز بکنیم. پروفایلوی 64 جی پرایم 39 تن دلتا 1.36 32 به اضافه 32 محل تزریق اینترادرمیک، تکنیک استاندارد تزریق در صورت تکنیک بپ. تکنیک های دیگری هم استفاده می شود، با کنولا هم می شود تزریق کرد. و خاصیتی که از این انتظار داریم بایو ریمودلینگ اکشن هستش. چرا؟ یه ذره جلوتر که راجع به رژنراتیو مدیسن میخوایم صحبت کنیم بهش اشاره خواهم کرد. توی اون اول هم توی سلول هایی که گفتم هدف هستش اشاره مختصر کردم. پروفایل استراکچر جی پرایم 95 بسیار بالاتر از پروفایل 64. تن دلتا 1.1، کانسنتریشن 45 به اضافه 45، بافت هدف آدیپوز تیشو، سوپرفیشال فت کامپارتمنت. تزریقمون ناحیه پری اوریکولار به تنهایی در سینکل‌ها یا پری اوریکولار و زایگوماتیک در سگرها هستش. خاصیتمون علاوه بر داستان بایو ریمودلینگ توی اینجا یک لیپو لیفتینگ ایفکت هم انتظار داریم که از این ماده ببینیم داشته باشیم. خب یه گریز کوچولو به این داستان بزنیم، مثلا چرا بایو ریمودلینگ، چرا رژنراتیو، این اصلا چی هست، خاصیتش چی هست. ببینید ما در حقیقت 3 مدل HA رو الان داریم دیگه. یه مدل لاینیار HA هستن که اینا کراس لینک نیستن، BDD ندارن، شورت هاف لایف هستن و خیلی راحت در اثر هیرانیدوز های بدن زود از بین میرن و کانسنتریشنشون پایین هستش و بیشتر خاصیت هایدریشن دارن. یه مدل تکنولوژی هایبرید کوپراتیو هستش که اینا در حقیقت با همون تکنولوژی ترمال ایندیوسی که بهتون گفتم هایبرید شده، در یک کامپلکسی از لو و های مولکولار هیالورونیک اسید هستن. اینها هم بیدیدی ندارن، نحوه اتصالشون از بین رفتن بافت هیدروژنی و ایجاد اتصال بین لو مولکولار و های مولکولار بودش. کانسنتریشن اینها 3.2 و 4.5 الان با این پروفایل استراکچر جدید رسیده. این نکته اصلی هستش که بعدا می‌بینیم تو بایو استیمولیشن خیلی مهم هستش. افلاک به شدت افزایش پیدا کرد نسبت به نوع لاینار. اینها بایو ریمودلینگ اکشن دارن در حقیقت و فرمنس، تون، الاستیسی و هایدریشن پوست رو بهتر میکنن و وایتالیتی سلولی رو در حقیقت افزایش خواهند داد. و دسته سوم هیالورونیک اسیدها فیلرها هستن که کراس لینک هستن، توسط BDDE و همدیگه متصل شدن. معمولا تن دلتاشون پایین‌تر هستش، جی پرایمشون بالاتره، کانسنتریشنشون تا حدود 2.5% هستش و حالا 2.5-2.6 هاف لایفشون نسبت به نوع لاینار افزایش پیدا کرده. بیشتر اینا برای در حقیقت والیوم ریپلیسمنت دارن استفاده میشن و برای کانتورینگ و ریدیفینیشن استفاده خواهند شد. اون
دسته هایی که برای بایو ریویتالیزیشن دارن استفاده میشن، معروفاش لاینیار اچ ای ها، کلاژن ها، نوکلئوتید ها، ویتامین ها، آمینو اسیدها و اسکین بوستر هایی هستن که سلول های هدف توی اینها کراتینوسیت ها و فایبروبلاست ها هستن. نمونه های معروف بازارشون اسکین بوستر های رستولین، نوکلوفیل، ویسکودرم که مال خود ایپسا هستش، جالوپرو سوپر هایدرو. اونایی که خاصیت بایو استیمولیشن دارن، PLLA معروف ترینش اسکالپچرا، کاها رادیس و PCL و CMC الانسه که اینها هم باز روی کراتینوسیت ها و فایبروبلاست ها اثر میکنن. البته خاصیت بایو استیمولیتوری دارن، الان تو 2 اسلاید دیگه بهتون خواهم گفت چرا. ولی اونایی که خاصیت بایو ریمودلینگ دارن در حقیقت سلول های هدف علاوه بر کراتینوسیت و فایبروبلاست اومده به آدیپوسیت ها و مایوسیت ها هم در حقیقت افزایش پیدا کرده. به همین دلیل اینجاست که اون تفاوت بایو ریمودلینگ رو ما توی این وضعیت خواهیم دید. رژنراتیو مدیسن توی اینجا الان چه نقشی پیدا میکنه؟ میدونید که در حقیقت رژنراتیو مدیسن یک شاخه ای از علم پزشکی هستش که عمدتاً روی ریپیر، ریپلیسمنت و رژنریشن بافت آسیب دیده توسط استیمولیشن خود بافت های بدن با مکانیزم های ترمیم در حقیقت سر و کار داره و تاکید میکنه. 3 دسته اصلی در رژنراتیو مدیسن وجود دارن. سل تراپی که در حقیقت با استفاده از استم سل ها یا پروژنیتورهای سلولی باعث میشه که سلول هایی که صدمه دیدن اینا بیان و رژنریشن پیدا بکنن. تیشو انجینیرینگ که در حقیقت یک کامبینیشنی هستش از سلول ها همراه با یک ماده هایی که به صورت اسکافولد عمل میکنن و این باعث میشه که یک بایو آرتیفیشیال تیشو رو در ناحیه ایجاد بکنن. و سومی هم گروث فاکتورها و سایتوکین ها هستن که در حقیقت یک مولکول های بیولوژیکی هستند که میان ترمیم سلولی، ترمیم بافتی رو افزایش میدن و قدرت رژنریشن بافت رو بالا میبرن. رژنراتیو استتیک در یک ساب فیلد، یک زیر شاخه ای از رژنراتیو مدیسن هستش که بر همین اساس به خاطر اینکه ما برای موارد زیبایی و آنتی ایجینگ استفاده بکنیم ساخته شده و فوکوسش برای تحریک خود بافت بدن برای ایجاد و ریستور کردن یک نتایج زیبایی با استفاده از خاصیت بافت‌ها و فانکشن‌های خود بدن هستش. ببینید ما با افزایش سن اتفاقی که میفته از دهه 20 تا دهه بالای 50 آروم آروم کلاژن فایبرهای کاملا هلسیمون هم از لحاظ تعداد هر چه جلوتر میریم و هم از لحاظ استحکام شروع میکنن کاهش پیدا کردن. صدمات در ناحیه درمیس افزایش پیدا میکنه و همینطور واسکولار تیشوهامون شروع میکنن یواش یواش نازکتر شدن و به حساب هر چقدر که سن افزایش میکنه افزایش پیدا میکنه اینها نازکتر میشن و خونرسانیمون هم به همون نسبت کمتر میشه. ما برای اینکه با اینا مقابله بخوایم بکنیم پناه داریم میبریم در علم جدید به رژنراتیو مدیسن. ببینیم چیا داریم ما تو رژنراتیو مدیسن الان که بیشتر از همه مورد استفاده قرار میگیرن دیگه. درمان هایی که تو این کاتگوری قرار میگیرن یکی از معروف ترین هاش درمان PRP و PRF در حقیقت مشتقات غنی از پلاکت خون هستن. PRP در صدر قضیه، اخیراً PRF که پلیتت ریچ فایبرین هست که حالا در انواع LPRF، خود PRF، APRF اینا دارن استفاده میشه وجود دارن. توی این دسته درمان ها در حقیقت گروث فاکتورهایی که از پلاکت ها آزاد میشن باعث میشن که ایجاد کلاژن و ساخته شدن کلاژن توی بدن افزایش پیدا کنه، الاستیسیتی بهتر بشه و در حقیقت یک رجوینیشن بهتر رو ما در داخل پوست داشته باشیم. این باعث میشه که هم تون و هم تکسچر پوست بهتر میشه و به تدریج آروم آروم اون خطوط فاینی که در
داخل پوست دارن کاهش پیدا میکنه. در درمان اسکارها الان خیلی داره استفاده میشه، توی وونتیلینگ داره استفاده میشه و همونطور که عرض کردم دو دسته عمده که خودشون بعضیشون ساب تایتل دارن PRP و PRF هستش. دسته بعدی معروف توی این قضیه رژنراتیو مدیسن الان استم سل تراپی هستش که در حقیقت با استفاده از استم سل های اتولوگوس از خود بیمار که منشأش یا چربیه یا بون مرو هستش میان و از قدرت تمایز این استم سل ها استفاده میکنن و اینها رو برای ریپیر و رژنریشن در لول سلولی استفاده میکنن. تو استتیک با این تکنیک هم باعث کاهش رینکل ها خواهیم شد، هم باعث بهتر شدن الاستیسیتی پوست میشیم و هم تکسچر و حجم رو میتونیم تا یه حدود زیادی بازسازی کنیم. استم سل ها در حقیقت سلول هایی هستن که با توجه به اینکه مولتی پتانسیل هستن و هنوز در حقیقت بلوغ سلولی کامل پیدا نکردن، بستگی به اینکه در کدوم بافت قرار بگیرن و در کجا نقل مکان پیدا کنن رفتار اون بافت رو برای ما دوباره شبیه سازی میکنن و تمایز سلولیشون رو به سمت اون بافت گیرنده در حقیقت چرخش میدن و به اون سمت میرن. این خاصیتی است که در استم سل تراپی الان استفاده میشه. درمان دیگه که در رژنراتیو مدیسن الان خیلی معروف هستش میکرونیدلینگ همراه با گروث فاکتورها هستن. در حقیقت با صدمات ریزی که شما در روی پوست با تکنیک میکرونیدلینگ ایجاد میکنید میاد گروث فاکتورها رو در لایه‌های سطحی پوست به حساب وارد میکنیم. الان یک تئوری های در حقیقت رژنراتیو مدیسن سطح به عمق هم مطرح هستش، حالا خیلی وارد دیتیلش نمیشم. این قضیه باعث میشه که هیلینگ پروسس افزایش پیدا میکنه، گروث فاکتورها شروع میکنن اونجا ساخته شدن کلاژن و جدید شدن اون سطح سلولی پوست رو بهتر میکنن. با این درمان ها خطوط ریز پوست، رینکل ها، اسکار هایی که اونجا هستش بهتر میشه و همینطور تکسچر و فرمنس پوست رو میتونیم توی این تکنیک بهتر بکنیم. فت گرافتینگ یکی دیگه از روش های شایعی هستش که در استتیک رژنراتیو مدیسن الان داره استفاده میشه. سلول های فت از یک جایی از بدن در آورده میشه. معروف ترین روش آقای کلمن هستش برای این کار، حالا روش های مودیفیکه دیگه هم داره. این باعث میشه که هم حجم از دست رفته جبران بشه، هم با توجه به اینکه سلول های زنده دارن منتقل میشن با استفاده از همین خاصیت رژنراتیو در حقیقت باعث ایمپروومنت کوالیتی پوست و باعث ایمپروومنت رینکل هایی که تو ناحیه وجود دارن هستش. این روش آقای کلمن هستش که از یک جایی با کنولا چربی برداشته میشه، سانتریفوژ میشه، بعد اون قسمت روغنی جدا میشه و اون ماده حاصله در محل رسیپینتمون تزریق میشه و اون چیزایی که بهتون گفتم انجام میشه. و نهایتاً بایو استیمولیتورها هستن که این بایو استیمولیتورها کاری که انجام میدن این هستش که یک آرشیتکچر مجدد بافت نرم رو برای ما درست میکنن. در حقیقت کلاژن و الاستین رو سنتزش رو افزایش میدن، باعث میشن که آنژیوژنزیس در ناحیه افزایش پیدا بکنه، عروق خونی که تو ناحیه میرسن بیشتر میشه و این خودش باعث میشه که گردش خون وقتی افزایش پیدا میکنه کیفیت پوستی و کیفیت بافت‌های همبندی توی اون ناحیه بهتر میشه. اینا با تحریک سیستم ایمنی همینطور در حقیقت پاسخ بافتی رو افزایش میدن و خود این قضیه باعث میشه که سنتز کلاژن و الاستین در ناحیه بالاتر بره. در حقیقت در این مدل رژنریشن یک اسکافولدی رو ما در حقیقت داریم اونجا ایجاد میکنیم که این باعث میشه که اون استراکچر هایی که در اون ناحیه وجود دارن دوباره شروع میکنن رژنریت شدن و عمدتاً همراه با افزایش حجم کوالیتی بافت‌های ناحیه رو بهتر میکنن. معروف‌ترین بایو استیمولیتورهایی که در بازار وجود دارن PLL یا اسکالپچرا، کاها یا رادیس، PCL ترکیبات الاستین و
الان هیالورونیک اسیدها با توجه به این وضعیت جدید دسته پروفایل تو این دسته قرار میگیرن. مشکلی که ما قبلا داشتیم این بودش که کانسنتریشنمون بیشتر از 26 نمیشد بیاد، چه اونهایی که به عنوان مزوتراپی استفاده میشدن و در حقیقت هیالورونیک اسیدها آن مودیفاید بودن، چه اونهایی که کراس لینک بودن و به صورت فیلر استفاده میشدن. در صورتی که الان با تکنولوژی هایبرید کوپراتیو کامپلکس ما موفق شدیم که این صد رو بشکنیم و بتونیم تا 64 تا 90 میلی گرم ماده‌ای رو وارد کنیم از جنس خود بدن که نسبت به هیالورازهای خود بدن بسیار مقاوم هستش و این کانسنتریشن بالا که اتفاق میفته میتونه یک اسکافولد رو در ناحیه ایجاد بکنه و درمان بایو استیمولیشن ما رو توی اون ناحیه انجام بده. برگردیم به مبحث تزریق پروفایلو. یه فیلمی رو من تهیه کردم، ببینیم حالا تزریق اصلی هم خواهیم دید توی بیمارمون. یک بیماری که سگر هستش، اول در حقیقت اینفریور بوردر آرچ زایگوما معلوم شده، زیرش محل شریان ترانسورس فیشیال مشخص شده و از تراگوس یک خطی که به سمت جلو رسم شده 3 سانتی متر جلوتر محل ورود سوزن معلوم شده. دو تا خط عمود بر هم که قرار هستش که نیم میلی لیتر رو در ناحیه زایگوماتیک و نیم میلی لیتر رو در ناحیه پریوریکولار با فاصله 1.5 سانتی متر از بوردر مندیبل تزریق کنیم. معمولا یه بی‌حسی خیلی ریز اینجا من خودم تزریق میکنم قبلش که در محل ورود کانال بیمار درد نداشته باشه. لایه سوپرفیشیال فت لایه دردناکی نیست، به راحتی واردش میشیم و تزریقمون رو انجام بدیم. گفتم بهتون توصیه کارخونه 25-38 هستش، ولی من معمولا با 22 تزریق میکنم خودم. به نظرم اکستروژن خیلی راحت تر هستش، به خاطر همین 2 بار از اون نقطه وارد میشم. اون توصیه کرده به خاطر اینکه یه بار وارد بشیم و یه بار از همونجا بدون که خارج بشی بتونی مسیر رو عوض بکنی. و اینم میبینید که نتیجه بعد از 2 تا تزریق به فاصله 3 ماه بعد هستش که کاملا ایمپروومنت رو شما در نیزولیبیال ها، مرینیت ها و تکسچر پوست میتونید ببینید که چجوری هستش. نمای سرخ بیمار. یه بیمار دیگه، این بیمارمون بعد از 1 بار تزریق تازه همچین اتفاقی افتاده. تقریبا یه 25 روز بعد از 20-25 روز بعد از به حساب تزریق اول این عکس گرفته شده. خب یه سری سوالاتی مطرحه برای جمع‌بندی، اینا رو با هم دیگه نگاهی بکنیم. خیلی‌هاشو جواب دادیم، فقط با هم دیگه یه ریویو کنیم. چرا 22 گیج در 50 برای ناحیه پریوریکولار؟ این طول باعث میشه که ما بتونیم اون 1 میلی لیتر رو راحت پخش کنیم در ناحیه پریوریکولار از تراگوس تا زاویه مندیبل. سیف هستش به خاطر گیجی که داره و تو اون ناحیه به خاطر اینکه ما از مشکلات عروقی اجتناب کنیم سیف هست و میتونیم اونجا تزریق بکنیم. آیا با 25/38 هم میتونیم این تزریق انجام بدیم؟ بله میشه انجام داد و مانعی تو این قضیه نداریم. توصیه کارخونه 22/50 هستش. چرا 25/38 برای تزریق 2 مرحله زایگوماتیک بهتون گفتم و پریوریکولار؟ عمده قضیه به خاطر اون تعویض جهت هستش که باید انجام بشه. انتری پوینت اون هم 3 سانتی متر هستش برای اینکه دسترسیمون به ناحیه زایگوماتیکمون بهتر بشه. 25 گیج هم کنولایی هستش که خیلی از همکاران و شما در حقیقت کنولای دم دستتون هست و خیلی استفاده میکنید برای تزریقات متعدد، به خاطر همین خیلی باهاش رفیق و دوست هستید. نیدل ها میشه استفاده بشه؟ نه، نیدل به خاطر هم موضوع سیفتی و هم به خاطر تن دلتا و موضوعات ویرولوژیک به هیچ عنوان توصیه نمیشه. چند تا پروفایل استراکچر در 1 سال بزنیم؟ توصیه حدود 4 تاست. البته رژیم های مختلفی انجام شده. حالا من بعد از اینکه اینا رو گفتم اون چیزی که خودم اینجا انجام میدم تو تجربه بالای 150 تزریق که انجام دادم خدمتتون خواهم گفت. چقدر بعد از به حساب تو این پروتکل بعد از اینکه پروفایل استراکچر رو
زدیم باید اینو دوباره درمان بکنیم. گفتم T0 و T1 1 ماه، معمولا تا 4 ماه بعد توصیه این هستش که قرار هستش که فقط با پروفایل استراکچر درمان انجام بشه، یه دور دیگه این رو تکرار بکنیم. ایمپروومنت حدود 4 ماه در حقیقت به طور واضح دیده میشه، یواش یواش بعد کم میشه. توجه کنیم که این تزریقات وقتی اثر خوب دارن که تکرار بشن و هر چقدر که تکرار میشن با توجه به اون تأثیری که در روی بافت میذارن، در تزریقات بعدی نتایج بهتری رو شما خواهید دید. اینا که گفتم خدمتتون، دیگه خیلی با هم دیگه صحبت نکنیم. در حقیقت تفاوت اصلی بین پروفایل و پروفایل 64 و پروفایل استراکچر برمیگرده به اون رایولوژیشون، برمیگرده به محل و عمق تزریقشون که وجود داره توی اون ناحیه و کامبینیشنشون با تزریقات دیگر که خواهم بهتون گفت که چجوری انجام بشه. آیا پروفایل و پروفایل استراکچر با هم میتونیم تزریق کنیم؟ اگر قرار باشه در یک ناحیه آناتومیک تزریق بشن، نه، همزمان انجام ندیم. چند تا نکته مهم وجود داره، اینا رو با هم ببینیم. پروفایل و پروفایل استراکچر رو در یک ناحیه آناتومیک در یک روز تزریق نکنیم. این بسیار بسیار مهم هستش. پروفایل و پروفایل استراکچر رو برای یک ناحیه آناتومیک باید حداقل بینشون 2 هفته فاصله داد. رژیم های بهتر تقریبا 1 ماه فاصله رو توصیه میکنن. این 2 هفته به خاطر چی هستش؟ به خاطر اون خاصیت ورمی است که میگم اتفاق میفته و معمولا وقتی این 2 هفته فاصله رو میدیم، اون ورم اول کاهش پیدا کرده تموم شده، پروفایل 64 رو که میخوایم بعد از 2 هفته بزنیم دیگه با این مشکل مواجه نیستیم. پروفایل و پروفایل استراکچر رو در نواحی مختلف آناتومیک میشه با هم زد. شما میتونید پروفایل استراکچرای صورت رو بزنین، همزمان پروفایل ناحیه گردن و پروفایل با کناره در ناحیه فورهد بزنین، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این پنجه راجبش صحبته. خب اون چیزی که اول در اومده و صحبت شده و حالا توی ایکسا راجبش صحبت هستش، اینه که با اون تئوری که بهتر هستش که اول از عمق به سطح بیان، میگن که اول پروفایل استراکچر درمان شروع بشه برای اینکه فت کامپارتمنت بهتر بشه، بعد بریم سراغ پروفایل برای اینکه یک بایو ریمودلینگ سطح پوست پیدا کنیم. ولی طبق اون پروتکل در حقیقت پروفایل استراکچر رو اول 3 مدل تزریق میشه کرد. پروفایل استراکچر رو شروع کنیم اول، 2 هفته بعد پروفایل 64 بزنیم، 2 هفته بعد استراکچر، 2 هفته بعد 64، 16 هفته فالوآپ. پروتکل بعدی با 2 تا پروفایل استراکچر به فاصله 4 هفته شروع کنیم، دوباره به فاصله 4 هفته پروفایل 64 پروفایل 64 و دوباره 16 هفته فالوآپ. یا اینکه با پروفایل استراکچر 2 تا رو شروع کنیم، این 4 هفته رو در حقیقت به 8 هفته افزایش بدیم، یه فاصله بیشتر بدیم، دوباره 4 هفته 16 هفته فالوآپ. عرض میکنم خیلی چیزای مهمتری وجود داره. نکته که خود من بهش رسیدم توی اینجا، صحبتش هم اتفاقا توی چند روز پیش که در ورشو در حقیقت توی با چند از این بزرگان ایکسا صحبت میکردیم، اونا هم خیلی هاشون معتقد بودن. من خودم اگر مریضی تجربه زدن پروفایل داره، میدونه پروفایل چی هست و چجوری و چقدر خوبه، با پروفایل استراکچر براش شروع میکنم خیلی وقتا و پروفایل استراکچر رو در صورت و پروفایل گردن رو براش میزنم. توی ماه دوم 2 تا پروفایل رو یکی در صورت یکی گردن تکرار میکنم. ماه سوم پروفایل استراکچر رو دوباره براش تزریق میکنم و ماه 4 پروفایل صورت رو میزنیم براش. اگر ولی مریضی تجربه تزریق پروفایل رو نداره، ترجیح همین هستش که با پروفایل معمولی شروع کنم. یه خودم بیزینسی هستش، دلیلش این هستش که پروفایل استراکچر رو اول تورم زیاد میده، یه ذره مریضا نسبت به زدن این پروفایل کلا گارد میگیرن. به خاطر همین با پروفایل معمولی شروع میکنیم، اصلا یه خود لمسش بکنیم ببینیم چه جوری هستش. پروفایل صورت و گردن رو میزنیم. ماه دوم پروفایل استراکچر، دوباره به فاصله 1 ماه بعد 2 تا پروفایل 64 صورت گردن. ماه 4 پروفایل استراکچر. حالا این داروها هم هر چه خواستین درمان پروفایل به حساب فورهد رو هم میتونید براشون
انجام بدیم و از این بابت دیگه محدودیتی نداریم. این فقط انتقال تجربه بود. به حساب روش‌های دیگه هم که خدمتتون عرض کردم که توصیه‌ای که اونجا انجام شده چی هستش. تکنیک بق میشه برای پروفایل استراکچر استفاده بشه؟ نه، نمیشه، چون اصلا با سوزن قرار نیست تزریق بشه و بهتر هستش که با کنولا با همون روشی که توصیه شده انجام بشه. آیا برای بادی استفاده میشه یا برای گردن؟ نه، فعلا هیچ مطالعه در این زمینه نداریم، به خاطر همین فعلا استفاده برای بادی یا گردن توصیه نشده. میشه پروفایل استراکچورا رو در نواحی دیگری به جز حساب پری اوریکولار و زایگوماتیک تزریق کرد؟ مطالعه انجام نشده، توصیه نمیشه با توجه به اون تفاوت آناتومیکی که خدمتتون عرض کردم در سوپرفیشال فت‌های مدیال و لترال. به نظر میرسه که بهترین ناحیه تزریق در سوپرفیشال فت کامپارتمنت ها همین نواحی پری اوریکولار و زایگوماتیک باشن. البته اینم خدمتتون عرض کنم که کمپارتمانت های عمقی چربی صورت هم میتواند، تئوری البته ها، میتواند فکر کرد بهش که چجوری با توجه به که خاصیت لیپولیفتینگ داره به اونجا برسیم اگر شاید استراکچر مناسب باشه. نکته اصلی که تو اونجا وجود داره موضوع تزریق سیف هستش که خود سخت هستش، به خاطر اینکه رسیدن به کمپارتمانت های عمقی با عبور از این نواحی آناتومیک با یک ماده که غلظت بسیار بالایی از هیالورونیک اسید داره به نظر داره خطرناکه. باید خود صبر کنیم، جلوتر بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اون چیزی که الان متفق القول همه هستن توش در سوپرفیشال فت، نواحی زایگوما و نواحی پری اوریکولار، طبق همون مدلی که خدمتتون عرض کردم. آقایون کاندید مناسبی هستن برای پروفایل استراکچورا بسیار زیاد. یکی از بهترین درمان ها برای آقایون استفاده از پروفایل استراکچورا هستش. خیلی نتایج خوبی من خودم گرفتم ازش. دلیلش این هستش که ما تفاوت آناتومیک که بین آقایون و خانم ها داریم، ما اصلا اصولا دنبال افزایش حجم زیاد نیستیم دیگه. وقتی در آقایون بیشتر به یه خورده کوالیتی پوست داریم فکر میکنیم، یه ذره بالا اومدن، یه کوچولو لیپولیفتینگ خیلی خیلی کمک کننده هستش. توی خانم ها بیشتر ما میریم به سمتی که یه خورده صورت فولتر، راوندتر ایجاد کنیم در نواحی گونه. توی آقایون ولی نه، بیشتر میخوایم یه خورده از اون حالت فمینایز بودن فاصله بگیریم و بیشتر کاری که میخوایم انجام بدیم نواحی جولاین رو میخوایم انجام بدیم، خیلی با گونه زیاد کاری نداریم. به همین دلیل توی آقایون همه رو با هر مدل صورتی دارن سینکر حساب کنید موقعی که میخواین تزریق کنید و سگر نزنیدش، حتی اگر فرمت صورتشون سگر بود. توی آقایون با فرمت سینکر بسیار تزریق خوبی است و نتایج فوق‌العاده خوبی رو داره. خیلی خیلی ممنونم از توجهتون، بسیار متشکر. ببخشید اگر خود زیاد صحبت کردم. خب شما آماده این شروع کنیم یا صبر کنیم آقای؟ نه شما بفرمایید. اوکی. ما میخوایم یه دونه تزریق رو با هم دیگه مرور کنیم و انجام بدیم. بیماری که انتخاب کردیم خب میبینید دیگه این بافت کاملا جدا از استخوان‌های زیر هستش و بافت کاملا سنگین پیدا کرده. این صدایی داره الان اوکیه. خب این در حقیقت کاتگوری که برای ایشون داریم با توجه به تقسیم بندی که خدمتتون عرض کردم جزو بیماران سگر محسوب میشن. به همین دلیل مدل تزریقی قرار انجام بدیم مدل تزریقی است که در ناحیه زایگوما و در ناحیه پری اوریکولار باید انجام بدیم. اولین چیزی که به عنوان من میخوام که پیداش بکنم اینفریور بوردر زایگوما هستش. این
آرچ زایگوماست و در اینجا اینفریور بوردر زایگوما رو من به عنوان لندمارک در حقیقت علامت میزنم که جاش کجا هستش. عرض کردم که پایین تر از اینجا شریان facial transverse artery از اینجا از external carotid که superficial temporal جدا میشه، بعد از برانچ ماگزیلا facial transverse از اینجا جدا میشه و میاد غده پاروتید، داکت پاروتید، عضله مستر و عضله اوربیکالی سوکولی رو خون رسانی میکنه. با توجه به این وضعیت تراگوس به عنوان لندمارک من برای تزریق استفاده میشه. از تراگوس یه خط به ایلار اگه بخوام رسم بکنم، سه سانتیمتر جلوتر در حقیقت اینجا میشه نقطه ورود من. این اون خط تراگوس به ایلار هم هستش، ایلار بینی، و 3 سانتیمتر جلوتر با یه رنگ دیگه بکشم که معلوم شه، یعنی اینجا میشه نقطه ورود. قرار هستش که تزریقم رو با کانولا در این منطقه و در منطقه پریوریکولار تا 1.5 سانتیمتر از محاذات مندیبل انجام بدم، یعنی تا اینجا. پس اضافه این خط رو پاک کنم، اضافه این خطم پاک کنم، این سفیده میشه جایی که من قرار هستش که تزریقم رو انجام بدم. این خط و این خط کاملا معلوم هست که میخوایم این کار رو انجام میدیم. این همین کار رو در سمت مقابل هم انجام بدیم. این بوردر تحتانی آرچ زایگوما مسیر شریان پایین تر از اینجا حدود 1 سانتیمتر. از تراگوس خطمون به ایلار و 3 سانتیمتر جلوتر محل ورودمون. یک و نیم سانتیمتر فاصله مون از اینجا و این هم مسیر تزریق پریوریکولار. مسیر تزریق زایگوما پریوریکولار. Turn your head to that side please. و این دوتا مسیر سمت مقابل. Can I have a small anesthesia night? One more glove. محل ورود رو با یه مقدار کمی از تزریق لیدوکائین خیلی کوچیک بی‌حسی مختصر میزنم. پوست قبلا کامل دزینفکته و تمیز شده ها. من اینو حالا چون وقت رو میخواستیم سیف کنیم این کار رو قبلا انجام دادیم. خب
بریم بسته‌بندی رو نگاه کنیم. اینجا اگه ممکنه نشون بدین. Keep it please. این پروفایل استراکچر هستش، همونطوری که بسته‌اش رو می‌بینین و خب شبیه همون داستان پروفایل 64 با بروشورش، استیکرهاش و یک سرنگ از قبل پر شده 2 cc عرضه شده. چون جدیده هنوز تقلبیش نیومده تو بازار مثل پروفایل دیگه، به خاطر همین هنوز اینکه چیشو تشخیص بدیم از یا تقلبی خوشبختانه فعلا نداره. Turn your head. من محل ورودم رو یه خورده دیگه تمیز میکنم. کانولا. خب کنارا رو مشاهده میکنین. کنالای 25 با طول 38 میلیمتر. یه پینچ ساده میکنم و با عمقی که ببینید الان کاملا در لایه سوپرفیشیال فت هستم. هرچی میرم جلوتر مسیر رو دبل چک میکنم که در مسیر درستی باشم. آسپریشن و به صورت رتروگرید به آرامی تزریقم رو انجام میدم. Any pain؟ قبلا بهش گفتیم اگه درد داشتی بگی نه. خیلی آروم و بدون عجله، مخصوصا تزریق‌های اولتون خواهش میکنم که مثلا عجله در تزریق نکنید. خیلی آروم کل مسیر رو تزریق رو انجام بدید. حالا از همینجا میشه این رو چرخوند و رفت به سمت پایین، یا اگر از کانولای 22 مثل من استفاده میکنید، البته اینجا نه، معمولا من این رو خارج میکنم، یه بار دیگه مسیر رو هم به سمت پایین باز میکنم. I need to tilt it a little bit down. اینجا این ور قرار بگیرم که شما راحت‌تر ببینید. در ناحیه پری اولیکولار باز ببینید کاملا لایه سوپرفیشیال فت رو مطمئن هستم که پلان آناتومیکم رو درست حفظ کردم. به سمت پایین میام. خود کنارا تا همون 1.5 سانتی متری
محاذات مندیبل بیشتر نمیره. آسپریشن و خیلی به آرامی تزریق رو انجام میدم. و نیم میلی لیتر هم در ناحیه پری اوریکولار تزریق میکنم. Keep it please. یه ماساژ مختصرم در این ناحیه میدم که ماده به طور یک نواخت پخش بشه و تزریق در یک سمت تموم شد. البته گولین افزایش حجم الان رو نمیخوریم چون would you please sit. نگاه کنید همین الان هم کاملا یه خورده این ورانور تفاوتشون با هم مشهوده، ولی خب قرار نیست از این به عنوان افزایش حجم استفاده بکنیم. اون ور رو با اجازهتون من میخوام با کنولای 22 تزریق کنم که اون رو هم ببینین. استاندارد بازم عرض میکنم چیزی که گفته شده این هستش که با کنولای 25 درصد اگر تزریق بشه، ولی من خودم با کنولای 22 راحت تر هستم. Would you please change the cannula to the 22? You have to use the puncher of that one. اوکی. این هم کنولای شماره 22 که می‌بینیم بلندتر هستش. برم اون ور که راحت‌تر بتونم نشون بدم. پانچرش هم با هم متفاوته با توجه به تفاوتی که در ضخامت کنولا وجود داره. خب اینجا یه ذره اکستروژن ماده راحت تره، البته شمشیر دولبه است. اگر که داخل رگ خدای نکرده باشید خب زودترم اوکلوژن میده، ولی تجربه کافی که وجود داشته باشه که همه شما الحمدلله دارید در تزریقات خیلی جای نگرانی نداره. Puncher please. به سمت پایین اینجا باید دقت کنیم که فقط چون طول بلندتر هست و از ناحیه جلوتر اومدیم دیگه کنترل کنیم که تا همین 1.5 سانتیمتری لبه تحتانی مندیبل و زاویه فک بریم. توصیه موجود به صورت لاینار خطی
من خودم یه ذره وی تایپ تزریق میکنم. اینا دیگه تجربه شخصیه که شما خودتون بعد از حساب تزریقایی که انجام میدین و نتایج رو بررسی میکنین ممکنه یه مودیفیکیشن هایی بدهید. Give me some Fusidin ointment please. یه ذرم پماد فوستین توی محل ورود سوزن براشون میزنیم. و تمام. و یه ماساژ مختصر. Thank you very much. Thank you.